بسم الله الرحمن الرحیم. از زمرد پنجشیر که پیش از حاکمیت امارت اسلامی به شکل غیر قانونی استخراج و قاچاق می‌گردید، پس از حاکمیت امارت اسلامی جلوی استخراج غیر قانونی و قاچاق کاملا گرفته شد و از طرف تیم‌های سروی وزارت معدن و پترولیم تمام ساحات پنجشیر سروی گردید که تاکنون در حدود 700 معدن زمرد در نقاط مختلف پنجشیر سروی و تثبیت شده و از آن جمله به 450 معدن تا هنوز جواز توزیع شده. زمرد استخراج شده از طریق داوطلبی آزاد در مقام ولایت پنجشیر در حضور رسانه‌ها، هیئت موظف و تجاران ملی کشور به فروش رسانده می شود که تاکنون در طی 12 داوطلبی حدوداً 38 هزار قراط زمرد به ارزش حدوداً 3 میلیون دلار به فروش رسانده شده است که سهم امارات در آن فقط 10% است و باقی 90% سهم معدنکاران و معدنکارایی که در آنجا کار میکند سهم آنها هستند.